توقف موقتی سیلای عظیم شاهپرک‌ها در شهر دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت که چند روز باز تعدادی از ساکنان را سخت نگران کرده بود تقریبا به پررگی خاتمه یافت. به گفته دانشمندان زیست شناسی تاجیک طول 5 روز اخیر سیلای عظیم شاهپرک‌های نوعی مشخور از منطقه‌های کوهستانی وارد نواحی اطراف شهر دوشنبه شده بود. با گفته آنها مهلت توقف آنها در یک منطقه وابسته به شرایط آب و هوا از 5 تا 10 روز است. اینها حشرات‌های کوچ‌بنده هستند. آنها کوچ می‌بندند و سمت پرواز آنها به شهر دوشنبه راست آمد و این شهر دوشنبه برای آنها مثال یک توقفگاه موقتی شد که در همین جا برای که آنها در هنگام پرواز تا 500 کیلومتر مسافه را طی می‌کنند. نام این نوع شاهپرک هم از رستنی مشخور گرفته شده است که تمام دوره انکشاف و تخمگذاری شاهپرک مشخور در داخل آن می‌گذرد. سبب افزایش شماره این نوع شاهپرک را دانشمندان تاجیک نمناکی زیاد و با یکبارگی بلند شدن حرارت هوا همچنین رشد رستنی‌های مشخور، گزنه و این قبیل رستنی‌ها می‌دانند. از آن جمله به انسان یگان خیل تاثیر نامطلوب نمی‌رساند، یگان خیل ریاکسیه های الرژیوی هم به انسان آوردن نمیتواند. آن عقیده هایی که در بین مردم در خصوص آنی که مثلا اینها برانگیزنده بعضی از بیماری های ویروسی هستند اینها مطلقا غلط هستند. به قول دانشمندان تاجیک شاهپرک مشخور بعضی زراعت‌های کشاورزی نیز زیان نمی‌رساند، اما کشاورزان میگویند سیلای شاهپرک‌ها مثل دیگر حشرات در صورت تخمگذاری به زراعت کشاورزی آنها میتوانند زیان جدی رسانند. از این رو کشاورزان در روزهای اوج حرکت شاهپرک‌های مشخور برای حفظ کشتزار خود از تدابیر کار گرفتند. همه سبزیجات ما کداگی من از نگاه کنید چه گشتیان همه سبزیجات در تخم مونانیو وقتی که تخم ماندن یا تخمشون بسیار میشه. همه ما درست پس حاضر همه دارویی که مثلا برزید همه شاهپرک کرمه همه دارو رو حاضر زده سه. من هم سبزیرم دینا دارو زدیم، ما دارو تایفون زدیم با دارو یک B58 میگه ویا زدیم، کچکده زدیم برای که اون کاغذ هم 24 کچکده چسبیده. اما محققان پژوهشگاه زوولوژیا و پارازیتولوژیای اکادمیای علم‌های تاجیکستان برای نمونه در چند شاهپرک مشخور تجربه گذرانیده ثابت کردند که این نوع شاهپرک برای انسان و زراعت کشاورزی بی‌زیان است. اما به قول آنها 6 سال قبل سیلای شاهپرک‌های زرین دنبالک به پایتخت و اطراف آن وارد شده بود که آن نوع شاهپرک به انسان زیانی الرژی و یا حساسیت داشت.